سلام و درود، چطورید بچهای گل؟ بچه قرار بهتون فارم آهن یاد بدم. کلا تو این چنل قرار فارم به شما یاد داده بشه و اولین فارم که مورد نیاز هم از فارم آهن طبیعتا، اونم تو بدراک. این بهترین فارم آهنه، بریم که بسازیمش. اول از همه شما باید یه فضای 9 در 9 رو با برگ بسازی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و اینجا هم 2 3 4 5 6 7 8 9. خب ببینید اینا الان با هم دیگه وصل میکنید. خیلی هم راحته دیگه، اینو همتون بلدید، چیز خاصی هم نداره تا الان بهتون بگم. اینا رو وصل میکنید. خب بعد میایم داخل اینجا رو به ارتفاع 3 تا میکنیم رو به پایین. 1 2 3. خب این کار رو من طبیعتا الان اسلو موشن دارم باهاتون حرف میزنم، ولی الان اینو گذاشتم رو حالت چندین برابر که شما حوصلتون تو ویدیو سر نره دیگه. بشینید سر نگاه کنید کندن منو. خب وقتی که اینجا رو کندید، چجوری دوباره اسکین منو ببینید. وقتی که اینجا رو کندید میاد این گوشه هاش هم میکنید. اینجا این گوشه ها به 7 تاشو میکنید. 1 2 3 این برم 3 تا 4 5 6 بعد 6 تا شد. با 7 تا باشه این برم میکنم. به اینجا رو جاشو اسلپ پر میکنید که اینجا جای کشتنه دیگه رسما. حالا جلوتر میفهمید آقا، اینقدر عجله نکنید، جلوتر میفهمید. بعد که اینجا رو اینجوری کردید میاد این پایین این گوشه ها میکنید. این گوشه ها رو میکنید. اینجا رو بکن 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 همینجاشو میکنید غیر از دورش. بذارید الان میبینید دیگه خودتون. حالا این دورش رو 5 تا میبرید پایین که به 1 2 3 4 5. دوباره 1 2 3 4 5. چه با فرق داره؟ مثلا 1 2 3 4 5. خب نه اینو من اشتباهی گذاشتم، اینو باید بکنم. کل اینجا رو 5 تا میکنید. من دوباره الان باید باهاتون حرف بزنم چون رو حالت اسپید گذاشتم اینجا رو 5 6 برابر. گفتم که شما حوصلتون سر نره. تا موقع من بهتون بگم حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید برای فارمای بیشتر. خب حالا ببینید چیکار میکنید. اینجا رو چیز میذارید. ببینید 5 شد. تخت میذارید ولی نه به اون حالتی که خودتون میدونید دیگه طبیعتا. اول 2 تا این ور اون ورش رو بلاک بذارید، 2 ردیف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دوباره این ور همونجوری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب اینجا من تایم ست بازی رو باید دوباره روز کنم و البته چون نکردم قبلا کریتیو و سوی واروال نکردم اسلش برام نیست. الان صبح میکنم دوباره کریتیو میکنم. خدا این چه کاری من میکنم. بعد تخت میذارید جای اینا. بعد تخت گذاشتید بذارم. خب این بلاک های زیرش رو تمامش رو میکنید. 1 2 ای بابا 3 4 5 6 7 8 9 10. اینا هم بکنید، همه رو بکنید. بعد دوباره جای اینا تخت پر میکنید. بلاک بذارم بیام بالا، لاوانه بلاک. تخت پر میکنید جای اینا رو که 20 تا تخت بشه دیگه. میبینید 20 تا تخت میشه. ما تو بدراش 20 تا ویلیجر برای فارم آهن میخوایم. بعد اینجا 2 تا پر میکنید میایم بالا. حالا خیلی راحته دیگه. بچه این فارم اول بازی هم میتونید بسازید. میایم وسطش یه بلاک میذاریم. این 4 گوشه های کنار رو هم بلاک میذاریم. اینجا ببینید به این صورت به این خوشگلی بلاک میذارید. هر چی فضای خالی موند و شغلی که دوست دارید بذارید. این شغل فلچینگ تیبل اگه اسمشو اشتباه نگم ارزون ترین شغلیه که شما میتونید بسازید دیگه راحت. من اینا پر کردم ولی شما میتونید کامپوستر بذارید، چه چیزای مختلف، برل بذارید، چیزای مختلف بذارید، هر کدوم دوست دارید. من اینجوری ساختم. حالا 20 تا ویلیجر میخوایم که شما طبیعتا بعد یه جایی برید 2 تا بیارید و بریدشون کنید. ولی من خب چون توی کریتیوم راحت با سرچ ساده 20 تا میارم. به همین راحتی 1 2 3 4 5 6. حتما یادتون باشه این سبزا نباید باشه. این سبزا اصلا باشه فارم خراب میشه. الان من 5 تا ویلیجر دارم. 6 تا بود که این سبزا اومد کارو خراب کرد، شد 5 تا. دوباره 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 ببینید باز نباید اینا باشن، شد 14 علاوه ویلیجرام. برو ور من اینو بکشم. برید اونور کمکشون. خب 14 15 16 17 18 19 20 نه مثل اینکه اشتباه گذاشتم. 20 رو 19 تا شمردم ولی الان 20 که این شغل نگرفت دیگه. اینو الان باید بکشم چون شغل نگرفته، یعنی 20 کامله. حالا که اینا 20 رو گذاشتید میین بالاشون رو همه رو بلاک میذارید بالا سرشون رو قشنگ تاریک بشه، چون پایینم مشعلیام تورچ گربه اسپان کرد. گربه نشانه اینه که فارم داره درست کار میکنه. ببینید بزنیدش بیرون ور. بعدش میام اونجا ببینید آیرون گل من اسپان کرد. بعد میام اینجایی که این اسلبا رو گذاشتیم دقیقا تضادش، یعنی این ورش یه محیط 4x4 درست میکنید. 3 4 این ورم 1 2 اینو بکن. بابا بیا برو اون ور. 3 4 با اون وری هم شد 4 دیگه. بعد آب نیاز داریم. من چرا هیچو نذاشتم توی ایندوری. آب نیاز دارید ولی قبلش اینجا رو پر کنید. بعد آبو که بزنید این یه بلاک این گوشه بعد خالی بمونه طبیعتا. درسته. بعد اینجا بچه این ویدیو میایید اینجا وایسی در دومه حرفم بزنم. اینجا چسترومش رو درست میکنید، پله میزنید بالا همینجا ایزی راحت. چست و هاپر نیاز دارید. با یه دونه هاپر و 2 تا چست هم کارتون در میاد. برای همین گفتم نیاز نیست، یعنی اول بازی هم میتونید بسازید و نیاز نیست برید تو قار و این چرت و پرتا. با ما آیرون گلم اول بازی اگه بکشید و خوش شانس باشید بهتون 5 تا آیرون بده، راحت یه هاپر میسازین و میایید این فارم هم میسازه. شو دابل چست این بابا بزنم جفتشو خوبه که این و ای بابا این بلاک رو بکن بابا قلب رو بلاک میذارش. خب این بلاک بزن بریم بالا. این ور بیه اینجا میشینید یه هاپر میزنید تو همین آب هم میشه نشست تو بدراک. هاپر رو که زدید اینجا میاید چیز میذارید ساین میذارید با اینکه محل کشا. من اینجا اشتباه گذاشتم بچه‌ها، حواسم نبود. من الان تو اصلاحی ویدیو میگم تو جایی که دارم ضبط میکنم ویدیو رو. اینجا لاوا میذارید. بعد میبینید بابا بیا برو اون ور یه دقیقه. اینجا طبیعتا نمیشه. من اینجا اشتباه گذاشتم اینجا رو. الان آب میره اون پایینی و سنگ میکنه. خب سنگ میکنه حواسم نبود. بعد یه دونه بالاتر بسازید. اینا رو بکنید همه رو. این ساینا رو اینم بکن. بعد بالاش بزنید. اینو بکن. برین گلمه داره از آب میده. اینم بکن. بعد اینجا یه دونه میذارید پایین. چرا داره میاد پایین؟ یکی بعد اون پایین میذاشتم حواسم نبود. خب دیگه فارم جدی کامل شد. همینجوری میبینید داره آیرون گلم هم اسپان میکنه میسوزه. آب خودش هول میده تا تعمیر اون تو لاوا میمیره. آیتمشون هم که دراپ میشه میره پایین. من برم دستم خالی کنم برم پایین. میبینید که درست شد. تو نمیخوای بمیری؟ 3 ساعت داری اینجور میمیری یا بمیر مرد دیگه. بنده خدا الان میمیره. 4 تا آیرون بهمون داد که علاوه بر اون میشه 8 تا اونی که اونجا داشت میسوخت. خب بچه‌ها اینم از فارم آیرونی که طبیعتا خیلیاتون تو بدراک نیازش داشتید. ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، حتما تو کامنت ها بگید برای فارم بعد چی میخوای باشه و یکی دیگه اسپان کرد و خدافظ.